نمیشه پشتت؟ نه 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 هیچ از ما چیز حرکت نه. مصروفیت کاربار چیز است؟ این کابل متر کار میکنم والا. میگن امر کودتا را همچنان حفیظالامین از امی کوچه و از داخل از امی خانه اعلان کرد. تانگ اصلا متنجار بود که موفق شدن اینا که هر که بگیرن و داوود تمام خانواده‌اش از بین بردن. چون به خاطر از اینکه قول برادری دادیم نمیخوایم که امراض ازدواج کنیم. یک ذره زردک و زردک بخوره که از باز بر چشم فایده داره. آه زردک هستیم. هر ملک دی موږ بد غواړي خدای دې اور لمن هغه ملک ته وکړي هغه که اسلامي او که کفاري. فقط لحظه شماری میکنیم در کدام چهارسو اما اینجا نه یک دفعه ما ببینم. خبر نه که خودش به دو پای خود میای پیش. دو پای خود میاد میکشه و گردن میزنه و چوب میزنه داخلش. بله. مفروشی. بله. به نام و یاد خداوند. بیننده های عزیز مانده نباشید. به گزارش امشب از سرک 5 سیلو خوش آمدید. او سرک 5 سیلو است، به نام سرک پانتون کابل هم یاد میکنند. همچنان اینجا که تا چند دقیقه بعد خاط رسیدیم به نام سرک تصدی میلی بس یاد میشه. سرک میلی بس هم یک سرک آشناست در قسمت الف خوشحالخان مینه و اینجا بلاک‌های شاداب ظفر است. اولین بلاک‌هایی که در سمت غرب کابل اگر اشتباه نکنم ساخته شد بلاک‌های شاداب ظفر بود و اون خاطر این بلاک‌های ذره کهنه هم شده. ما در این موقعیت کابل هستیم امروز. تصویر میسازیم و گپ میزنیم با مردم و شما ببینین که چقدر میتونین خاطراتتان را تازه بکنین با این گزارش شما و چقدر تغییرات را شما در اینجا میبینین. اگر شما تغییری را میبینین در این موقعیت ها لطفاً بر ما کامنت بکنین. مانند آقای افشار از شما و خانواده تان یک عالم تشکر. بر ما پیام فرستادین و گفتین که شما و خانواده تان برنامه ما را میبینین همیشه و نظر داشتین، معلومات ارائه کردین در مورد کارت مامورین. آقای افشار و آقای پروانی از هر دوی تان یک عالم تشکر. هر دوی شما بر ما چند پاراگراف نوشته کردین، روان کردین و گفتین که سمت سیلو نزدیک سرایی کارت مامورین در اینجا در زمان اعلی حضرت محمد ظاهر شاه تعداد از کارمندان دولتی، ماموران دولت و یا مشاوران روسی آقای افشار هم یادآوری کردند که در روز زمان از طرف دولت برشان خانه های ساخته شد یا خانه هایی بود، درست به یادم نیست. من شب خواندم پیامشان را، حالا از اینم رفت. گفتن در این قسمت کارت مامورین سمت سیلو گفته همینجا خانه بر از اینا داده شد که مامورین زندگی میکردن. بعدها که مکریان اول 2 و 3 و 4 و این رقمی جور شد، بعداً باز همین ماموران دولت در اونجا خانه گرفتن، یعنی دولت برشان خانه در اونجا ساخت و به اونجا روان کرد ماموران دولت را. به او خاطر کارت مامورین میگن اینجا را. دلیل نام کارت مامورین که در اون قسمت سیلو مانده شده دلیلش همین بوده که مامورای دولت کار میکردن. تشکر از هر دو محترمه که ما را همکاری کردن و معلومات خود را با ما شریک ساختن. یک چیز دیگر هم آقای افشار پیشنهاد کردن، گفتن اگر شما قبل از اینکه شما گزارش میسازین و یک منطقه را به معرفی میگیرین چقدر خوب است که کمک معلومات بیشتر در اون مورد داشته باشید. مگر این اصل کار است که شما میگین باید چنین شود. مگر ما با چنان مشکلات دست و پنجه نرم میکنیم تا میتونیم یک گزارش تولید بکنیم
که ما میدانیم و خدای ما بس. چون شما دور هستین به او دلیل شاید زیاد نفهمین و یا درک ما نتونین. یک موضوع دیگه هم است که من هر روز 1 ساعت برنامه دارم. اگر من 1 ساعت برنامه را یک کمک بخوایم در روی رابطه معلومات کافی بگیرم و کم مطالعه بکنم بسیار بر ما وقتگیر میشم. 1 ساعت برنامه را در نیم روز میسازیم، نیم روز ادیت میشه و در پالی از او 1100 جنجال دیگه در زندگی خود ما داریم. به او دلیل شاید مشکلات به وجود میاد که ما پیش از پیش معذرت میخوایم از شما. خب چقدر خوب است که چند تا که تصویر ببینین از اینجا. بعد از او باز هم به صحبت‌های خود با مردم ادامه میدیم. السلام علیکم. صحبتان بخیر باشه. خیرتی است. خوب هستی؟ چی هستی؟ این سیمیان است. سیمیان خونوس سیمیان است که در روز عید کت کشمش و نخود میخوریم. صبح که حلوا جور کرده مردم میخورن. خب این این است که پخته میشه. پخته میشه از اونها. این شیرین است، تلخ است، چه رقم؟ شیرین است، شیرین است. صبح که اگر حلوا میپرته چیز میپرته، شکر میپرته و روغن. شما در خانه پخته میکنید؟ نه خودم پخته نمیکنم. اینو زیاد میخورن. جا شوقیش نیست؟ نه. کدام مردم زیاد سیمیان میخورن؟ مردم چیز میخورن. اون برای کابل چی است مردمه؟ امی کابل گکا؟ زیاد میخورن. کو امی اصلی گکا؟ زیاد میخورن. نام شما چی است؟ نام مراد. کو مراد؟ آل سیمیان فروش هستی؟ بله. باز یک چیز جور میشه یا؟ روز 1.5 ساعت 1.5 ساعت نمیخوام میشه. چی برید؟ امی 100% میشه. 100% میشه. امی درد و بلای در کمر از همون بی‌غیرتا بخوره. باور بکنین میگم اینی کارو بکن میگه کار نیست. اینی کارو بکن میگه کار نیست. چاره نداریم دیگه چی کنیم؟ حداقل می 100 1.5 پیدا میکنی. شکر خدا. حالا مردم میره گدایی میکنن. نه از گدایی بدم میام. ایدانم قبول نمیکنه. نباشه مردم دستم دراز کنه میته ایدانم قبول نمیکنه. قطعا ایدانم. اگه ری سفید هم هستی. چند ساله شدی؟ 60 هستی؟ نه 70 هستم. چقدر جوان موندی ولا؟ 70. یک 40-50 سال دیگه اون کارو میتی مگه؟ توکل به خدا. اگه تصمیم کدام زن دیگه داری؟ میشه. دستم میلرزه دست من. فقط دستت میلرزه؟ یه جای فقط دستای میلرزه. دیگه اگه نه هیچ؟ تک و پترس. کاکا مراد باشنده کدام ولایت هستی؟ ولایت مزار است. مزاری است دیگه. مزاری هست هم تو خربوزه میکنن سرخ و سفید است. اینجا فامیل هم هست یا مسافر هستی؟ نه اینجا مسافر هستم که خبرداده موتاق دارم. حال در جوانی کس مسافرت میکنه نه در پس پیری؟ چی رقم کنیم؟ چاره نداریم. مدا در خانم دق میمانه. اینجا باید کار کنم.
قماندانت خواست شکر دق نمیشه پشتت؟ نه هیچ بی از ما چیزی حرکت نه حال دیگه پشت دق نمیشه نه حال پشت دق نمیشه. خدا خیرت بده کاکا مرادی. یک پلاستیکش چند است؟ یک پلاستیک دانه میبریم 30 روپیه، دو تاش 50 روپیه. دو تاش 50 روپیه، دانه 30 روپیه. بله. مزاحم نمیشیم. تشکر. خوش شدیم امرایتون قصه کردیم. در کارتان برکت. خدا. ان شاء الله که امروز کارتان خوب میباشه. زنده باشه. و دری بخش خوش آمدین. قربانتون سلامت باشید. شما خوب هستین ان شاء الله؟ اسمتان خود معرفی بکنین، چه کاره هستین و چی میکنین در این منطقه؟ اسم ما غلام بودین است. گلزار تخلص میکنم. دیگه می سایه خانه ماست. آقای گلزار، چه مدت از در این منطقه زندگی میکنین؟ ما تقریبا 45 سال میشه که میشه زندگی میکنیم. 45. خودت چند سال هستی بده؟ اصلا ما 37 است. پدرها همیشه در زندگی. خب خانه پدری همیشه بوده. همیشه بوده. بله. بسیار خوب. مصروفیت کاروبار چیز است؟ ما دیگه کابل متر کار میکنم والا. خب بسیار خوب. دمی سرکار میکنم. سرکار. قبلا کار داشتین؟ قبلا کار داشتم ما. حالا بیکار شدین؟ حالا بیکار است. دولتی بود وظیفه‌تان؟ نه وظیفه شخصی بود. خود شرکت سقوط کرد دیگه. کما که با مشکلات اقتصاد روبرو شد و سقوط کرد. حالا تا چه زمان بیکار؟ والا دیگه این رقمی میگردیم تا که یک طرف کار پیدا شد. پشت کار میدوین؟ کارم میدیم پشت کارم خو نه دیگه. کجا بدیم پشت کار دیگه. چکر بزنم میدیم سر کار. خدایی اگه پیدا شد. دیگه خدایی اگه پیدا شد. ما کرد بودیم باز در کوچک میگشتیم میگفتیم باش در جای کدام دانه تشله افتاده باشه نه و یگان تشله پیدا میکردیم. حالا خودت هم امور رقم میگردی. تشله چهار مغز می چیزا بود پیدا شد. درس تحصیل کجا رساندی؟ تحصیلات دیگه ما هنرها را خواندیم. خود ما 15 هنرها تئاتر سینما را دیگه قبلا وظیفه داشتیم ولی فعلا دیگه بیکار. حالا بیکار. کدام پیام دارین برای مردم؟ پیام اینمی است دیگه که امان جان بسیار یک آدم خوب البته از خودت یک دیگه از ما دوستم ما زیاد علاقه داشتم که از اینا یک برنامه داشته باشم. ای که برنامه را تکمیل کرد دیگه کاتش یک چند گفتگو داشته باشیم. پیام خداوند وطن ما را آرام بسازه. فقط خداوند وطنمان را آباد و آرام داشته باشه. سلامت باشین. پناهتان بخیر باشید. سلامت باشین شما. هنوزم شما بیننده گزارش ویژه ما هستید. از کجا؟ سرک 5 سیلو. که به کوچه ملی بس برسیم آمدم به کوچه حفیظ الله امین، یکی از رئیس جمهورهای گذشته افغانستان. حفیظ الله امین در همین کوچه زندگی میکرد. 4-5 سال پیشتر من یک گزارش داشتم از داخل خانهشان. میگن امر کودتا را همچنان حفیظ الله امین از همین کوچه و از داخل از همین خانه اعلان کرد. زمانی که در حکومت سردار محمد داود خان امر دستگیری چند نفر از سران حزب دموکراتیک داده میشه، باز به خاطر امو افسر که رفاقت داشته یا یک سلام علیک داشته با حفیظ الله امین یا پسر حفیظ الله امین، درست یادم نیست، من در یکی از کتاب‌ها خوانده بودم، به خاطر از امو رفاقت چند ساعت وقت میخواه حفیظ الله امین. دیگه سران حکومت، دیگه سران حزب سعی کنیم که بیخی تلفظش برام سخت است. در زمان حکومت سردار محمد داود خان دیگه سران حزب دموکراتیک خلق را میگیرن، بازداشت میکنن، به زندان میبرن، اما به خاطر که حفیظ الله امین یک ذره وقت میخواد، چند ساعت، دمو چند ساعت میگن کار خودم میکنه و امر کودتا را
صادر میکنه، اعلام کودتا میکنه و بعد از امو صبح کودتا میشه و فردا شبش میرن به تلویزیون ملی افغانستان و در اونجا اعلام موجودیت میکنن و میگن که بالاخره کودتای ما پیروز شد. این کوچه به او خاطر کوچه است که ممکن در تاریخ کوچه نامش باقی بانه و حتی او خانه را که ما دیدیم، مگر چیزی که برای من جالب بود خانه یک رئیس جمهور در اون زمان چقدر یک خانه ساده بوده. یک خانه میگن اون زمان 2 منزله بوده، یک تاکو داشت، 1 منزله بوده، پس آن باز 2 منزله ساختن، یک کمک همون شکلش تغییر کرده. باز شما اگر علاقه داشتین من میشه بازم برم یک گزارش تازه از همسایه اجازه بگیرم و یک گزارش تازه از خانه حفیظ الامین بسازم. باز تاکید میکنم خانه یک رئیس جمهور بسیار ساده و بیالایش بود. حتی مردم میگن که رفت آمد زمانی که میکرد، زمانی که معلم بود، استاد بود، در اون زمان خیلی ساده و بسیط رفت آمد میکرد. حتی رئیس جمهور آمد شد 1 یا 2 تا موتر امرایش می آمد و خلاص بیالایش بود. دیگه چه رقم کار داشتن و نداشتن او گپایش هم کار ندارم کارهای سیاست شد، اما زندگی یک رئیس جمهور میگم. این کاکا اگر بفهمه خب ما را کمک میتونه. السلام علیکم. چه احوال دارین؟ سلام علیکم. قرار است؟ شکر الحمدلله بخیر. اینمی کوچه را کوچه حفیظ الامین میگن. بله بله. شما در این کوچه زندگی میکنین؟ بله. چند سال میشه؟ 2 سال میشه. خب کم وقت میشه خیلی؟ کم وقت میشه. میگن حفیظ الامین امر کودتا را یا کودتا را از همینجا اعلان کرد. خبر دارین؟ بله خبر دارم. ما یک وقتی در اینجا قبلا در چی بودم کوه نوادنی راکت وظیفه داشتم. در ما هفته سور بودم در اون وقت. قصه کنین چه چیزا را دیدین شما با چشمتون اون زمان؟ ما خب مردمای به حساب اعضای حزب گپا نبودیم، نمیفهمیدیم. من تا هم قدر فهمیدیم که گفتن که یعنی خلقیا انقلاب کرد، کودتا کرد، گرفت که حفیظ الامین خانواده اهل احیار از بین برد و خودش اعلان ترکی اعلان موجودیت کرد. اصلا ترکی گرفت چه کرده بود. حفیظ الامین که به حساب چی بود دیگه؟ نفر اولش بود. نفر اولش بود، شاگرد وفادارش بود که باز بالاخره دیگه ترکی بود. ترکی باز انقلاب کرد. در هفته سه روز پنجشنبه بود. روز پنجشنبه بود که شب شد، بالاخره شب جنگ شد و طیارا پرواز کرد. طیارا را دیگه طیارا مربوط خودشان بود که قوای هوایی را اینا از خود کرده بودن. قوای هوایی که از خودشان بود اینا زود موفق شدن. باز جنگ فرقه 8 و ریشخور ایجاد جنگ کرد، همراهشان جنگ کرد. دیگه مقاومت زیاد نتونید. 3 تا ساعت 8 بجه روز جمعه را تصفیه شد. دیگه اینا آمدن ارک گرفتن که اسلامات انجار با اون تانگی که داشت از پویچور زریدار آمد در ارک حمله کرد. داود خان از زد قطی تانگ در داخل ارک زد. اونمو با تانگ اسلامات انجار بود که موفق شدن اینا که ارک بگیرن و داود تمام خانواده‌اش از بین بردن. بعد 1-2 روز بعدش ما رفتیم به خاطر دیدن که داود مردش هنوز مانده بود. مردم میرفت دیدن میکرد و ما هم رفتیم دیدیم منطقه را. دیگه جگر خونی بود دیگه، بسیار اصلا به دیدن نبود. از دید خودت که به چشم دیدی یا اونمو روز هفته سور تا یادت است که میگن روز پنجشنبه بود؟ پنجشنبه بود. همین کودتا به نفع افغانستان بود یا به تاوانش؟ اینو میره بگو بس. خب بدبختی افغانستان خزم وقت شروع شد دیگه. یعنی اونمو روز بدبختی بود. اونمو روز اولمون بدبختیش از همون شروع شد که همون انقلاب هفته سور بود که تا امروز دیگه روز خوشمان ندید. شما خیر ببینید. شما وظیفه داشتین اون زمان؟ او وقتا ما صاحب منصب بودم در ملی نوادنی راکت اونجا صاحب منصب بودم. خود اونجا کدام واکنش یگان راکت ماکت پرانی نکردید؟ نه او چون اونا کلگیش از جمع خلقیا بود، از جمع خودشان بود. اونجا جنگ فقط فرقه 8 یک کمی واکنش نشان داد که حیدر رسولی وزیر دفاع بود، اونجا پت شده بود. بعد اونجا یک چند بمبارد کردن، اونجا یک چند تیار آمد بمبارد کرد و دیگه باز اون را در چوک ارغندی دستگیر کردن. حیدر رسولی که وزیر دفاع بود، او را دستگیر کردن. وزیر دفاعی داود بود. دیگه بعد از اون دیگه جنگ ختم شد. باز نکشتش خود؟ نه باز او را بعدا خود کشتنش دیگه، او را کی موندنش که. باز یک گپ دیگه، شما دم لوایی که بودین تمامش گفتین خلقیا بود؟ بله لوای نوادنی. پیش از پیش در حکومت داود رخ نکرده بودن. رخ نکرده بودن و وقت لوای نوادنی راکت که قوای هوایی بس قوای هوایی مدافع هوایی مربوط از اینا بود دیگه. یه را از خود کرده بودن که اینا موفق شدن. قوای هوایی که امروز اینا نمیگفت نمیتونستن. این موفقیت اینا دمی بود که قوای هوایی را قبلا از خود کردن که جمع کلش خلقیا بود.
یه پیش از پیش رخ نکرد کل چیز از خود ساخت بعد از او گرفت. بله یا گپم بسیار آسان. فقط اما پای هوایی که از خودشون بود دیگه این مشکل پیدا نشد برشون. خوب شد که این همی گپای یک درس شد به من. اگر ایانن کدام وقت ما همون یگان کلانکاری دلم شد اول باید جای از خود بسازیدم. بله اول در خانه نفر از خود بساز. خود بساز و بعد از اون دیگه خونم داخل شدن آسان است. داخل شدن آسان است دیگه. اون بود که شاگرد وفادارش از بین برد و یک سال هم مقاومت نکرد دیگه. کمتر کور از بین برد و باز خودش شد و بالاخره باز با شاگردشی باز زیاد شد دیگه. باز دیگه اون که کارمل روسا را آورد افغانستان و باز خودش شش تو بالاخره تا هم وقت تاوالی تال نمردیم دیگه هنوز دم انقلاب. اینو باز من یک سوال دگم دارم. خودت از زمان ظاهر یادت میاد؟ بله یاد. ظاهر شاه بابای ملت که میگن. بله یاد. از اونم دوره تا نمیال را بدون امارت در اینجا نمیگیریم. کدام رئیس جمهور خوب رئیس جمهور؟ به نظر ما که رئیس جمهور خوب که ما حساب خدمت که ظاهر او قدر ظاهر شاه چون دو وقت خورد بودم مقدر چیشا نمیفهمیم توصیف میکنن. اما ما که خوشدار بودم زیادتر داوود و دکتر نجیبه. همین دو تا را. مگرم همین قصار ناخی کردم مکاکا. چرا کم؟ قصه ما اینمی قصه نیست. قصه ما اینمی است که باید شروع میکردم کمی خسته چطور از بازار. بازار خسته از سیاست به سیاست مدار میمونیم. این از مجبوری از در خانه به خاطر که لد نخوریم گفتم میبریم بیرون. اگر نه از این چیز جور نمیشه. مردان زور است. همه نفر پیسه دارن که موتر استاد میکنه از در به بالا نمیتونه خرید. پیسه دارش. اون پیسه دار که موتر لوکس جو استاد میشه میگه مال یک صدر برام میخرم یا یک دایره برام خسته بودی. خیلی ببینید دیگه چی جور شود. مگرم یک کارت بسیار خوبه کاکا که بسیار نظافت خوب در نظر گرفتی. خب دیگه هر چیز خوردنی باید نظافت داشته باشه. اگر نداشته باشه بازار خوبم نداره کسی تبش هم نمیکشه که بازار رو بخره. چیزی خوردنی کاکا یک دفعه نگویی که از پنجشیر هستم. نه از بدخشان هستم. از بدخشان هستی؟ بله. خب ما او احساس کردم که شاید خیلی از پنجشیر. نه از بدخشان هستم. چیزی کاکا با مردم پنجشیر نمیمونه. نه خب پنجشیر و بدخشان. خب اینا لخی بدخشی که از این این روزا زیاد که بدخشی رو روبروی میشم. خصوصا که یفتالیا زیاد برابر میشم. شما باز از کجا بدخشان هست؟ ما از ولسوالی شهدا میگن که از فیض آباد دو ولسوالی اون طرف هستیم. ولسوالی بارک میریم باز میریم ولسوالی. بدخشی بسیار شعر و شاعری بلد هستند. خب با شعر شاعری بلد هستن. خب بودن آل کو هم شعر شاعری هم گم شد. این میال یک بیت شعر در میزنت باشه مهم نیست که در چی مورد است. همین یک بیت باشم. اول از اون چیزا دیگه ما کم هستم واقعتش. در این گپاریش نبودیم. نه شاعریش نبودیم نه دیگه من تو دیگه قدر هم میفهمیدیم که شاعری مردمای کیشم زیادتر شاعر بودن. کشمیا. ولسوالی کشما اکثر شاعرها در اونجا بودن. ولسوالی جرم بود. این مردما در ولسوالی بارک بود. خود پیجاوات بود. مگم ما دیگه در اون زمان نبودیم. ما مردمای نظامی بودیم که بالاخره تا می زمانی اولی که طالبان در سال اولی که آمده بودن 74 تا 75 بود. تا ما وقت بودیم. بعد از اون دیگه آدم نظامی که بودین مثلا یک نوع تفنگچا بتون میتون واز بسته میتونین؟ نه خیر نمیتونم چون مسئله که ما لوجستیک بود از این کارا صبح خوشم نان بیار او بیار از سلا قطعا از امروز اول بدم میومد تا آخره. حتی در انداختای تعلیمی که ما را میبردن که یک تخته کلان هم مونده میگم میزدم هیچ نمیرسید از با هیچ جوش نمیرفت. کلاشینکوف 12 مرمی خالی میکردم هیچ نمیرسید. وقت کراوین بود پاپاشا بود دیگه پا بود. اصلا نه اون یاد گرفتم نه دیگه شب بالاخره از اون خاطرم مسلک لوجستیک انتخاب کرده بودم. اولش مسلک مخابره هوایی بود بعد از اون لوجستیک انتخاب کردم که مثلا جنگ و از مثالا و میگپا قطعا خوشم نمیاد. کسایی که در جای نظامی کار میکنن میگه رفاقت تا امرای مدیر لوجستیک باشه باز یک نان داره. بله کمک نان تو آدم چرب نان داره ولی ما اون اگر نانش صحیح نگاه کردن نتونستیم یا آرام نخوردیم یا دزدی کردن نتونستیم مختلفی نکردیم که روزگارمون به این حال کشید. اگر نه بود باید یک بلند منزل می داشتیم باید. رفتیم کاکا خدا نامتون بگوین؟ محمد انور هستم. کاکا انور بدخشی. سلامت باشین. بیا اینو مردم که بریم راستی ببینین کاکا چی پخته میکنه و چی سودا میکنه. بعد میریم پیش میریم. دیگه وقت میکنیم.
چرا چالانش نمیکنی؟ تیل میخوره بعدن تیل قیمت کو که کار کو که غریبی. بابا در این موتر لوکس کاکا تاکسی کار نیست؟ نه بیکاری زیاد شده بعد کار نیست که کار که باشه. حالا پیسه تیلش هم نداری؟ نه. همیشه بیکاری یا تنها امروز؟ نه حال دمی خیلی وقت شد که کاروبار کم شده دیگه. موتر چند قیمت داره؟ موتر یک 5000 قیمت داره. $5000 بند انداختی. کارم نیست. پیسه تیلش نمیتونی پورا کنی. بیا دیگه خدا مهربانه چی کنیم بعد دیگه توکل به خدا. منتظر هستی؟ دیگه خدا کریم. منتظر در بس میباشی؟ ما در بس کار میکنیم. اگه رقمی بری تیل جات میخوره؟ او رقمی خب برای ما هیچ وارا نمیکنه. یک لیتر تیل 70 روپیه ساله که بریم. سواری پیدا شه و خوب نشه می تیل موتر هم تاوان است. تاوان است. این رقمی خوب است هم جای جای خواهد. جای هست ما قراره. نام چی است؟ علامت. علامت جان چقدر وقت از تاکسی ران هستی؟ تقریبا 20 سال میشه. در 20 سال دفعه اول است که تو بیکاری شده یا قبلا هم تجربه کرده بودی؟ والا نه سابق خوب بود یکم تو میگی سون میگشه مگه مال بیخی کار. پیسه نسوارم برابر نمیشه. والا دیگه بیا خدا مهربان. بیا خدا مهربان. تشکر از شما. زنده خوب باشین شما. در مقابل سرک پنجم سیلو آبادیایی که شده این بلاک‌های شاداب ظفر. زیر بلاک‌های شاداب ظفر اکثریتش دکان‌های واتر پمپ، پایپ، نل، جنراتور از همین قبیل چیزا به فروش میرسه. یک خوبی کلانی که وجود داره هم نظم خود دکاندارا رو اینجا نشان میده و هم نظم که از طرف ناحیه پنجم ایجاد شده ای است که دکان ها پیش برآمد ندارن، یعنی پیش روی دکان های خود بند نساختن. پیاده رو معلوم است، دکان ها معلوم است و دیگه دکان های خود را خیلی پاک نگاه کردن اینا. این مثل شما که خارج از افغانستان زندگی میکنین اما قسم دکان ها شاید دیده باشین پاک، منظم، پیش برآمد ندارن، پیاده رو بند انداختن، پاکی و نظافت در نظر گرفتن. اینی کار خوبی را که انجام دادن. من میگم شاباش برای اینمی دکاندارا. هستیم که من قبلا براتون گفتم شما دکاندار هستین؟ بله. چیریتون به ولی تلاش میمونه؟ به خیلی صاحب ولی تلاش خوب بیا شما باشه صاحب اندیوال رفیق ما هست. خوب. بله. پس این من اشتباه فکر نکردیم. نه بخی درست فکر میکنم ولی تلاش با زاده پنجشیر است. بله از پنجشیر. شما زاده سالنگ هستین. خب صحیح دیگه اونم کوه شراکت است. درست است. بخی صاحب هیچ کنون فرقی نداره. عنعنات و رسم و رواج ما بخی کلش یک چیز است. کلش یکی است. بسیار خوب. بازیگان رفیقی که داشتین با ولی تلاش یکی از اون پیش‌های زبردست افغانستان است. کسانی که نقشایش را یا دیالوگ گفتنش خصوصا امو اکشن‌ها و تمثیل که میکرد کاملا واقعی معلوم میشد. مردم شاید اقتدارشان آشنایی داشته باشه دوره‌ای که سلام سنگی نقش بازی میکرد ولی تلاش هم در اون فیلم‌ها بود. بله. شما بازیگان دفعه میرفتین ده؟ بله مثل یک فیلمشون است به نام مردار قول است. مردار قول است ولی تلاش هست اونجا؟ ولی تلاش برای مردار قول است که امرای مو مثلا خودم بچه فیلم میخواد که امرای همشری از ازدواج بکنه باز میگه که والا ما مردار قول است که ولی ما امرای قول برادری دادیم. یعنی هم در نقش خسروبره است. بازور میگه که ما بیادر قرآنی است و ما چون به خاطر از که قول برادری دادیم نمیخوایم که امروز ازدواج کنیم. این قسمت فیلم هم متوجه نشده بودم که اینا ولی تلاش هست. بله درست. خب بسیار خوب. شما میرفتین یگان چکر واک ثبت می‌داشتن؟ بله ما صاحب بخیر اندوالای صمیمی بودیم که صاحب ما یک وقت در کارت پروان 24 ساعت صاحب موجه شش رو خیس ما تمام چیز ما صاحب موجه یک جا بود. شما از جمع بچهای کارت پروان هستین؟ بله انا اول خانم در سید کارت پروان هستم. خیلی سابقه دار هستین من؟ بله بخیر سابقه دار هستیم که بخیر در کابل صاحب بزرگ شدیم دیگه. اما در اصل از سالنگ است. در اصل از سالنگ هستیم.
این سالنگ هم جور میشه بخیر انشالله او وقت اگر 2 ساعت تیر میشدیم حال در ظرف 10 دقیقه تیر حالا انشالله که جور میشه و هیچ برای مسافرین چیزی صاحب بخی راحت میشه و خوب میشه. خیر ببینین این دکان از شماست؟ دکان نیست، من اینجا مدیرش هستم. خب مدیر از مدیرش هستم بله. مگرم پیشتر من امروز دوستا شریک ساختم میگپه گفتم در سطح کابل بعضی جای دیگه هم شاید نظم و دیسیپلین باشه. اینی قسمت سیلو مقابل سرک پنجم سیلو این دکانایی که زیر شاداب ظفر ساخته شده یک نظم مسنجه یک پاکی است. مثلا ویترینا شیشه پاک پیش برآمدار از زیاد بند نساختین پیاده رو برای مردم بند نساختین مثل یک تعداد دکاندارای دیگه شیشه از اونها کثیف می باشه و رقم می باشه مگر دکانای شما مثل از دکانای خارج وره بسیار پاک صفا ستره است. باید که صاحب همونطور مثلا چه ما رو چه میکنی که هر کس باید در سیر نظافت باید توجه داشته باشه. دیگه خود نظافت چیزی است که میگه البته او رو شطر لیمان نظافت میگه جزء ایمان است. باید هر کس در پاکی و صفایی منطقه خود جای خود باید توجه داشته باشه. شما میگه پار در نظر گرفتیم؟ بله ما حتما در نظر گرفتیم. صبح که میخیزیم اینجا سای پاک میکنیم چه میکنیم که باید پیش روی دکان پاک باشه. هر چیز باید تمیز پاکتر باشه. این کار شما در حال است که یک تعداد پولدارا تاجرا شهرک ساختن بلند منزل ساختن اما مرد نشدن که یک چای سپتیک در منطقه خود بکنن گرفتن در پیش سرک یا در جوی عام اما چای سپتیک خود رد کردن شوانه میکشن به خاطر که پیسه نتن تانکر بیای او را تخلیه بکنن برشان و نه از او بوی تعفن مردم مستفید. خیلی اعمال صاحب ما که زمین را میایم از زمین راه سرک تر میشیم این بلند منزلای یک است ما خودم دو بایسکل میایم فهمیدی همینجا که میایم یک قسم بوی بسیار خراب احساس میکنم. بوی خراب احساس میکنم واقعا کار خوبی نیست. باید هر کس که مثلا به این کارا دست میزنه آیندهش باید فکر بکنه که باید مردم آزار و اذیت نشه از چیزی را که به خود میپسندید به دیگران هم بپسندید مگر مردم نمیکنه این کارا. نه خدا اول هدایت شد. عالی آمین. اگه هدایت شو نکرد پول سرمایه‌شو نمیگیرد خب خدا خودش میفهمه که صاحب چه باید بکنه. خب مقصد یک معامله خوب بکنم. معامله خوب طبعا باید بکنم. بله صاحب. بسیار تشکر از شما. زنده نام مکمل تانم بگوین. اسمم سخی محمد صاحب والد میراج الدین از ولسوالی سالنگ. فعلا باشنده کارت پروان. فعلا باشنده کارت پروان بله. سلامت باشین شما. تشکر. کارتون به شما. سلامت باشین. میریم به پیش. کاکو چطور همون تو آرام کده شیشتی؟ ما میتونم شیشته؟ کالا خو نکنه؟ نه کجا خو کنه؟ یک رقم آرامه کم تو در چرت رفتی؟ والا چرت جای وطن غیر چرت دیگه چی کار است؟ کار مرد چرت خوب است که مفت است. مفت است نه پیسه نداره. یگانه چیزی که به پیسه مانده چرت است. چرت است. چرت مگرم هیچ به یک جای هم نرسانده کسی را؟ نه خود نمیرسانه دیگه کام تو هست دیگه چی کنی؟ این مردم همه رقم است. همه تونی این مردم پاچای را میگیره با پاچای کدام نمیتونن. نمیتونن نه هر کسی آمد گفت ما ملت خدمت میکنیم افغانستان خدمت میکنیم یه چیز معلوم نشه. چی میشه؟ چی میشه آخر خلا میفهمه. شما چی کار میکنین؟ چی وظیفه دارین؟ ما بیکاره تقاوت مردم یا شتیم پتا تقاوت داری؟ نه تقاوت خود دارم خود میگه تقاوت ارام است. دیگه ما که ارام است نمیتون دیگه فعلا نمیتون معلوم نیست. خب باش معلوم نیست چه وقت حلال میشه. من پرسان کردم چند دفعه گفت سرازی کار جریان داره. باز حلال میشه وقت. گفت داده میشه اما سرازی کار جریان داره. صحیح است. دیگه باش ما منتظر هستیم. خدا مهربان. ما یک دو سه تا تقاوتی داریم که تقاوتی از او هم بده. خدا مهربان است. ما را خود طول نمیسال. کجا کار کردین شما؟ ما در سیلوی مرکز. سیلوی مرکزی؟ الله اون نانای سیاه. شب و روز کار کردیم آخرش ما از او که موچگری میکردیم خوب میبود.
والا پشیمان است. از ماشتان دور میداد نه؟ ها چطور دور میداد؟ بخو ما شما پیسه خود ماست نه؟ پیسه خود ما چطور سر ما آرام است؟ خب اینمی تقاوتی که داده میشه اونم پیسه است که از ماش شما گرفتن. از ماش ما گرفتن ها. اینا رو برن نمیتن دیگه. حال دیگه شما خود هفته و میتین. خداوند هدایت کنه که این کلانا رو بده که برادر هم تقاوتی مردم بتن. بیا خدا میروانه. بیشتر. و شما منتظر میمونید. منتظر میمونیم. چه وقت تقاوتی میدن؟ ها. کجا زندگی میکنید؟ زندگی اینجا باغ سیلو. در این باغ. اون بلاکای سیلو رو دیدی؟ اونم اونجا. این بر مامورین دولت بود یک زمانه؟ یک زمان از مامور دولت بود و وقت 300 کرایش بود. حالا 3000 میگیرن. حالا کی میگیره کرایش؟ سیلو میگیره. خود سیلو. حال سیلو رو نگفتی که من کارمندت هستم؟ میگه کارمند است چیز بتیش. تقاوت که داره چیز کرا بتیش. درد خودت از مکد زیاد است کاکا. والا چه کنیم دیگه حالا بیچاری خانه نداریم زندگی نه روزگار خطرناک است دیگه چی بگوییم دیگه حالا ما اگه پشت وزر کنم کجا را میگیره؟ کجا را غیر دربار خدا را محکم بگیریم دیگه ببینیم پروردگار چه میکنه. نام شما؟ نام ما عبدالخالق است. کاکا خالق. حالا تکلیف بیامی چشم پیدا کردیم. خب چشمایتان عینک باز تاثیر میکنه؟ تاثیر با اینا خب به خاطر می هفته و گپا خوبش است. خب دوا گرفتین یا پیش دکتر رفتین؟ نه دوا پیش دکتر رفتم دوا گرفتم. خدا مهربان است نتیجه بده. خدا مهربان. میگن که یک ذره زردک و او زردک بخوره که از باز بر چشم فایده داره. او زردک هستیم. یک ذره زردک بگیرین ببرین که او شام بخورین خودشان بخورین. دوای مفت است. دوای مفت. چی روان ماما اوس؟ دوم دا کورسنگی بود. کورسنگی ته زله خیره. من خبریالان یو دا سګرزو. هر چا سره ما سره ټوکی کوو او کیسې کوو. وښه صحیح. نوم دې راته وایا؟ نوم محمد عظیم. محمد عظیم ماما. خدای دې خیر درکړي. کمنګ سره غرمه پات کې خوراده چلاړ. مهرباني د کوم تلویزیون دا غاسته کی؟ دی منګ تلویزیون د اچ ای په نامه ده. اچ ای په نامه. او یعنی همایون افغان. همایون موافق اوسئ موافق. خیر اوسئ خدای پامان. ډیره مننه. چی میکنی او بیدر؟ چی است؟ کارا بسیار گوترگو به خدای تو میره میته ایتو پیشاور تو مردم آمده پنجاب آمده ما یک پیره 20 روپه بردیم دیگه خورد بچه آمده و ما 10 روپه میبریم با خدا ماجرای ما از پاکستان آمدن؟ والا 20 روپه قدیم صبحیش نه چای خوردیم نه نان خوردیم خشا غرما گس ببریم نان ببریم آلو ببریم رومی پیاز چی رو کدام جیب کنیم این چی حالت است؟ خودت هم از پاکستان آمدی؟ خودم پاکستان آمدیم. چقدر وقت میشه؟ یه چند روز شد. چرا آمدی از پاکستان؟ پاکستان اونجا ما کارمان بودیم نه کارمانی کردیم پاکستان گفته چی تو کارمان هستی ما خودم کارمان چی بودی خودت؟ و امروز شکست دادی افغانا بسیار کارمان است آخر تو شدیم یک شلغم از ما پروختن شد یک شلغم ریت ما پروختن شد و کل کارا مرکت مرا گفته ملک آباد کردیم او را کل زندگی او را سوخته کردیم پتها را خانه را خارا را آباد کردیم آخر گفته چی برو بخیر برو
خانه را خالی کنه. چی او مردم ها بسیار هوشیار، حکومت مردم بسیار هوشیار. با قرآن اینجا آمدیم ما دیوانه هستیم، ما بزن دیوانه. و کدام جای بریم چی کنیم؟ آب نیست، برق نیست، با خدا با قرآن یک گنته تو میاریم آب میاریم بشکاره. تک تک او نیست، نه او نیست، نه. هیچ زندگی هست، هیچ کار با خدا. تنها خودت کار میکنی در فامیل؟ آب با قرآن. بچه‌ها کلان نشده؟ نه دخترها کلان است و بچه‌ها خرد است. خرد است. در کجا خانه گرفتی؟ نیازبیک. نیازبیک. او هم کرایی است. 2000 روپیه است. 2 کوټه است. برق نیست، آب نیست. اولا 20 روپیه قدیم صبحی نان خوردیم نشه. ولا دیوانه ولا اونجا استاد بودیم. ما خانه بریم چی ببریم؟ چی ببریم؟ خیر. ستونزه یا مشکلات خلک باندې راځي، هر چا باندې راځي. چې موږ او تاسو مقاومت ونه کړو، صبر ونه کړو، خو نه کېږي نو. والله که یو څوک پیدا شي وایي درته وایي چې یو مړۍ ډوډۍ در کومه یو نسخه دوا درته اخلم، خو مجبوري ده نو. خو بیا هم د مخکیني حکومت نه په دې حکومت په دې ډاډه یو چې کوڅه کې ډاډه تللی سو کراچۍ څوک نه اخلي رانه، یو موبایل درنه نه اخلي. مخکیني حکومت کې خو کراچۍ هم درنه اخیستله، یو موبایل به درته هغه هم درنه اخیستو. 80 مرده شد، 50 زخمی شد. این دغه کارونه پکې ډېر خلاص خلک ډاډي په دې خلک راځي چې بمونه اولتل پکې نسته، شی نسته، طالب چانه نه پیسې غواړي، نه ډو هغه درنه کوي، کار نسته. خو دا منم خو بیا هغه ډاډ که نور شی ګاونډي به ګاونډي نه ډاډېدو، اوس ګاونډي د ګاونډي نه ډاډه یو. څه شی ده؟ صرف کار پکې نسته، فقط ډوډۍ مسله ده بس. نور همنده دا نه څه ته پښتونې ته پارسیوانې تاجکې، نه 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 دا خبرې نسته ده. په دې موږ ډېر ډاډه یو دې حکومت نه. بل دا ده چې روزګار پکې ډېر سکوت ده. مهم دا ده دا زما ما بچي دي، ما سره مدرسې پیسې نسته، زه لورګانې هغه داخل هم کړې 100 روپۍ 50 روپۍ غواړي د هفتې یا د میاشتې دا له کومه کړم. خو به زمانو ته قلم او کتابچه زه له کومه کړم. نو زه موږ په دې دلته راغلو، موږ په دې راغلو ډاډه مرزه حکومت کې امن ده هر څه شته. ډاډه تللی شپې 2 بجې 1 بجې کور ته تللی سو، یو مېلمه درکړه راشي راتلی. خو دا صرف د کار سکوت ده. یعنې دغه کار مشکل د اشرف غني په حکومت کې هم دا وړه داسې قیمته سول، موږ په پښتنه کړې موږ ته په اندازه لګېدله. خو بیا دا وړه غوړي بیا هم اوس ډېر ښه شول، ډېر ښه شول. نو صرف رسمیت پېژندلي دي. خدای دې دغه که هر ملک دې موږ بده غواړي، خدای دې اور لمن همغه ملک ته تاوه کړي، هغه که اسلامي او که کفاري، او زموږ ملک ته دې اور لمن وي، خدای دې ورته هغې ته تاوه کړي. او نور ښه امن ده، نه بم سته او نه شی سته. مخکې به بم واولو فقط لږ زره کارونه ډېر سي، ډوډۍ مسله مر سي، نو هېڅ خبره نشته. بعد نه طالب ګوره طالب پیسې نه غواړي، کنځا نه کوي، کبر نه کوي. دې نه موږ پېښور کې ډېر خوشحال دي، ځکه دا کډوال په دې راځي. وایي کور کوڅه کې 2 بجې شپې ځه څه خبره. مخکې خو والله کوی دی کور په ګاونډي نه وای ډارېدو. اوس دغه ډاډګیرنه موږ ډېر زیات خوشحال یو. یو مړی روزي ده انشاءالله، پلار نکم نه برګ لرودلو، نه ښه جامه وه، نه شی و. اوس خو شکر ده اوبه دي، برګ ده. که ما کور پوخ نه دی، بل ګاونډي کور خو پوخ ده. زه هم خدای ته یې همداسې آباده لري. نوم دې څه ده؟ ایمان نوم عباس. عباس لاله ډېره مننه، خدای دې رحم وکړي چې لږ زره کاروبار هم ډېر سي. د نور شیانو تا خپله ویلې سي، هر شی سم ده، فقط د ډوډۍ او کار مسله جوړ سي لږ زره نورم. نو توکل په خدای خیر وسي. نو پاکستان کې به 4 مڼې د یو سړي لاس کې وي، داسې کوږ وږ به روان و. مڼې به 4 انار به لاس کې کوږ روان و. دلته په خدای دې موږ ګاونډیان دي لګنونه ډک دي په والله چې موږ کړی موږ ته دومره مڼې انار رالیږي. او بچي مې داسې خوشحاله دي، وګورئ انار والله که موږ پېژندو په پېښور کې، مڼه والله که موږ خوړلی سو، والله دې یو مړی سوی موږ کړی دومره پسه غوښه راوړې وه. اوهو پسه غوښه والله که هلته پېښور کې د چا پلاړ وخوري. موږ دې حکومت ډېر خوشحاله اخري درته وایم چې ډېر ته خو صرف دغه ده لږ صرف د کار روزګار او دا کوم سرمایه‌داره په یورپ کې دي یا په پاکستان کې دي، هغې مهرباني وکړي راځي چې دلته د کارخانې جوړې کړي. طالب خو موږ ته ټول کار نشي کولی چې کارخانه هم جوړې کړه او هغه هم جوړ کړه. دا غریبانان خو صرف په کمیس او پرتوګ کې راغلل، موږ کنټرول یې وکړو. نور موږ ته هم په کار رسي، موږ هم ځان یو لاس پخې او چشته واچو، سرمایه‌دار ته یو کارخانه جوړه کړو، چشته وکړه. زه داسې کاغذ څه کوم چې اوس دا زاربوز دي ټول په پېښور کې پراته دي، شناختي کارت لري. هغوی ته پاکستان حکومت ټوله بوجودي عمل ته ده، په کراچۍ کې کارخانې دي. و کور هم راسه دغلته راسئ. طالب خو ما ته نشي کولی چې ما ته ډوډۍ په خوله کې راسي راکړي چې هله حکومت دې ما ده تاسو راغلی. نه، زه سرمایه‌دارو ته یم، تجارانو ته یم، خیر ده تاسو راسئ. ټول کارونه موږ ته طالب نشي کولی. خیر اوسئ. الله ماباد لره، خوشحاله الله دې غیبي په دې ملک ورحمېږي. آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین. آرزو داشتم که از روی تک بوسه کنم. شما چال اول دارین؟ اگر در جرمنی بودم هم می آرزو رو داشتم، اگر پس پاکستان هم آمدم می آرزو رو داشتم،
مصاحبه تو آنقدر دلنشین است، آنقدر برای ما زیبایی میبخشه که خدا شاهد است. فقط لحظه شماری میکنیم در کدام چارسو اما اینجا یک دفعه ما ببینم. خبر نه که خودش به دو پای خود میاد پیش. به دو پای خود میاد. قربانت شم. اینالی که آمدی تو از ما چی پرسان میکنی؟ ما اینجا صاحب یک شفاخانه در نام ماست. اینجا میری یگان مصاحبه از ما میگیری. این نمیشه. از ما و شما خب مصاحبه‌های ما وطنی ساده و بسیط است. رویتون هم دور بتین اینجا یک ذره که دوستان بتونن زیر شما را یک معرفی بکنین خدا که کجا زندگی میکنین. ما همینجا داخل هستم. یعنی می شفاخانه کار میکنم. فارماسیست خواندم. دیگه دواخانه مربوطی است. در شفاخانه 30% شریک هستیم. دیگه خدمت در شوا قبلا که بود در دوران مهاجرت ها بودیم، در بیرون بودیم، ایران بودیم، پاکستان بودیم، از اون بالاترش هم بودیم. فقط این دمی بعدیا آمدیم اینجا خدمت نظامی مردم میکنیم. آمدین که به وطن خدمت فقط مصدر خدمت واقع شیم. خدا کنه اون لیاقت و شایستگی ما داشته باشیم که بتانیم. این خیلی کسا میگه که ما آمدیم برای خدمت. خدا مرا لایق شبیته که ما خدمت تو را امثال تو را و از خیلی از هموطنای خود ما بتانیم بکنیم. خدا خیرتان بده. من به می باور هستم هر کس که در هر بخش دسترسی داره در همو بخش خود بیای به وطن خود خدمت کنه. دقیق همینطور است. دقیق فرمایشتان. اگر نجار از بیای نجاری خود بکنه، فارماسیست از بیای در اون بخش خود کار کنه، دکتر از بیای در بخش خود کار بکنه، انجینر در بخش خود، خبرنگار در بخش خود، پیلوت در بخش خود. مقصد بباشین مقصد یک بغل از می وطن یک شینگ از می کار ور داره. یک شینگش ور داره. من گفتم من لایقش ندارم که من خدمت از این مردم کنم. این مردم قدر دوست داشتن است. اما نمیفهمم که خدای لیاقت برای من میته یا نمیته. حتما خداوند لیاقت داده برای شما که اول خود داخل وطنتان هستین، داخل زادگاهتان هستین، زنده باشین، داخل کشوری که یک تاریخ از خود داره. بله دقیق. شما در آغوش چنین کشور و خطه‌ای هستین فعلا. بله. در پالی از او اینمیجا پایین میرین بالا میرین کس چیز نمیگه بر شما. نانای عجیب و غریب کشورهای دیگر شما تجربه نمیکنین که بخورین. اون بغلتون هم رستوران هست آجل کباب وطنی. بله. این بغل برو قابلی، او بغل برو مرغا بریان. این نمی دیگه خداوند لایق دیده شما را حتما. فقط ما این نظامی حکومتی که فعلا هست نه یک خواهش داریم، یک آرزو، یک تمنا از اینا داریم که اگر بیتانه یک کمی بخشی دولت وسط بیته که مردم خود دایش بیافه یک کار پیدا شود. دیگه مردم از این گرسنگی برای باور کنین اما اینجان قند وقتی که تو در جاده میوان میری با یک بوت آدمای سر میخوری که نصف نفست میکشی تقسیم از اون میکنی. اونمون نباید همون شیشته باشه، اما پیرزن نباید همون شیشته باشه که انشالله این درایت اینا دارن میکنن. از میگه تابستانی که نیکوست از بهارش پیداست میبینین سراکا در طول 50 سال جور نشد ولی طول 2 سال کم کم در ترمیم شروع است. اگر بیتانه دولت خودم هم ترمیم کنه دیگه ما از این بالاتر چی میخوایم؟ پس خواهش از این است و یک تعداد کسای دیگه هم به می باور هستند. آغوشتان بزرگ از این شک نیست. آغوشتان یک اندازه دیگه هم فراختر بسازین، بزرگتر بسازین، دیگرها رو بگیرین در بغلتان. زمینه کار مساعد بسازین. تلاش دارن همیان. تلاش دارن و این کار یک روزه نیست. این خرابی 50 ساله را آباد کردن بسیار مشکل است. من به بعضی هایشان که میگم بدر 20 سال گرفتن این طرف کردن اون طرف کردن تا که همین جلو جنده از یارو جمع میکنیم بسیار گپ است. بسیار وقت در میگیره. به من اینم تو یک چیز میگم. بله دقیق است. بیاین توکل ما به خدا. نامتون بگوین. نام من دکتر خلیل است. دکتر صاحب خلیل. از دیدنتان از صحبت کردن با شما بسیار خوش شدم. همین شما را با جمع دوستایتان همینجا یک کباب بیتم. چطور است خدا و راستی؟ یک وعده میکنیم که یک روز که فرصت باشه یک ساعت وره هم قسم میکنیم هم یک کباب خوریم. من زبان شیرینید. خواهش میکنم. زنده باشید. من بازی خود رسیدیم. خدا یار مدد. پناهتون به خدا باشه. در کارتون برکت. میریم به طرف کوچه ملی بس. پالوان آماده هستی؟ اول بیا زود کده بیا. اینم کسی که مسئولیت مرغ داره. مردم هم مرغ میتده این منطقه. اینم یادم است. السلام علیکم. سلام مبارک شما. دوستای چطور قوی بیشی بده که من زور ندارم میگی پلاستیکی. قراریه؟ بخیر خیرتیست خوب هستی؟ نام مبارک. اسم من نقیب الله جان. یک دفعه نگویی که از کندوز هستم. نه خیر من از کابل هستم. کابلیستی؟ نه جانا. از چردیستی؟ نه خیر از شکردره. خب بچه شکردره هستی. ولسوالیای شمال کابل. بله. چی انگورایی دارن شما در شکردره؟ بله صاحب داره. خصوصا امروز یک کریت انگور خریدم. اول یک کمکش خوردم گفت که انگور
گذر است. گذرم نزدیک شما میشه تقریبا. خویم یک خوشگک خوردم خوب مزه کرد. کارتنش خریدم. این ناجوان نامرد انگور فروش دقات از دیگر رقمیارم زده بود. خانه که میکشیم بیادر چیز بود دبینی چی که میگه درونش ما را کشت بیرونش جگاره اون هم شد. خب مسئولیت از این چوبایی که دبینش چیز زدی چوب زدی بله مربوط خودت میشه. بله این مرغا از وطن خودمون بله از می فارمای خودمون بله هیچ خارجی نداره. خارجی پیش داشتیم از امارات و حالا میای کم مقنه حالا میای کم چرا حالا نمیه؟ حالا ما چون میگن حکومت بند ساخته حکومت میگه کمی فارمای خود ما پیش بره بله. باز یک دونه مرغ چند است؟ مرغ 350 خرد و کلان نداره؟ نه خیر کلش 350 بله مگه من 300 بود تو بدر 300 بود یخچالی بود گفت قبول است حالی تازه نفس است بله میکشی و گردن میزنی و چوب میزنی داخلش بله مفروشی بله چند سال از تجربه کار داری دی بخش؟ دی بخش یک 12 سال میشه 12 سال خیلی مرغ هم خودت صحیح بریان میکنی بله بچه ها فکرتان باشه یکان روز که روزگار ما جور بود مرغ بریان از هم یادم ببرین نام تا بگو اسم نقیب الله نقیب جان پیدا بکنین که برای ما یگان مرغ بریان بته بخیر باشیم ما میتونیم در خدمت هستیم بیرقای بالا باشه از شما ما همچنان با امان خدا و این کوچه به نام کوچه میلیبس مشهور است. میلیبس های کهنه بسیار زیاد جمع آوری شده بود اینجا مگر آل پیشتر که ما رفتم دیدم میلیبس کهنه وجود نداره. بین که داخل کوچه بریم یک دفعه کجا بخیر پالوان جان سر شما قراری است خیر و خیرتی است چاشت میمان ما میشین من چی کنم در خدمتتان خانه همیجاست همیشه خانه است بله عزیز دل امی کوچه را میگن به نام کوچه میلیبس میگفتن این از قبل کوچه میلیبس نام امی وقتی که می چیز تصدی میلیبس جور شد به نام کوچه میلیبس نام داره اگر نه اصلا قسمت الف خوشحال مینه است دیگه قسمت الف خوشحال مینه و کوچه میلیبس بله سابق میلیبس هم رفت آمد داشت میجا زیاد میلیبس رفت آمد داشت قبلا ما کم یاد ماست موتورای برقی که بود از همین راش استیشنشان بود میره به او خاطر کوچه میلیبس نام داشتن حال میلیبس نیست حالا دیگه میلیبس ها با توان با امید پروردگار دیگه میلیبس خود درک نداره داخلش کدام ساختمان جور میکنن چی که جور شده خلاص شده دیگه تقریبا مردمای قطری بلند منزلا را جور کرده دیگه برای مردم چون جای دولتی بود گرفتن بلند منزلش جور شده چیز نمانده. تشکر از شما برین پناهتون به خدا خداوند با عزت سلامت باشین بین که بریم پیش و اینجا هم مقابل سیلو اگر اشتباه نکنم یک دهه پیشتر از امروز کمتر و زیادتر دو منزله زمینش دولتی بود اما تا جایی که من خبر دارم به اجاره داده شد نمیفهم بر چند سال گفتن شما ساختمان بسازین
با 3 طبقه اینا به شمول بدون تاکو 2 طبقه ساختن، با تاکو 3 طبقه شد و بسیار بازار خوب ایجاد شده بود برای یک تعداد کسایی که رستوران جور کردن و نمایشگاه های مختلف ساختن در بخش وسایل خانه مثل کاشی و کاغذهای دیواری، رنگ و این چیزا، اینا فعالیت میکردن. یعنی این مارکت چنان ترقی کرده بود که کرایش خیلی زیاد بالا بود. مگر در اواخر حتی تاکویا را میبینیم که بیکار شده. دکانام او رقم جنب جوش مردم که بود، گیروبار مردم که بود، خریدارا رفت آمد میکرد، به او رقم دیگه نیست. و تعمیر سیلوی مرکزی را میبینیم که به زیبایی این منطقه بیشتر افزوده. در همینجاست که گزارش ما به پایان میرسه و از شما دوستان عزیز تشکری میکنیم که بیننده گزارش امشب بودیم. اگر در رابطه به گزارش امشب که نشر شد گفتنی داشتین لطفاً بر ما کامنت بکنین و تا هنوز اگر چینل ما رو سابسکرایب نکردین لطفاً همین لحظه برین چینل ما رو سابسکرایب بکنین و اگر خوشتان آمده ویدیوهای ما لایک بکنین. در غیر از او اگر میخواین که گزارش های بعدی ما رو بیننده باشین یا قبلی ما رو بیننده باشین، شما ای بغل کلیک بکنین ویدیوهای ما رو بازم بیننده باشین. تا فردا.